امروز مهمانی روزنامه سرود سال کی باشد شهلا؟ سلام. او خودش زیباست. صنعت، هنرش، مهارتش، استعدادش، ذوق و سلیقه‌اش نیست. از این رو مطمئنیم که روزنامه باز هم زیباتر خواهد بود. بله دوستان، مروارید همچنین نازدانه صنعتی تاجیک، هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان نازیه کرامت الله امروز در مهمانی ما هستند. سلام و درود بار دیگر. سلام به همه شما عزیزان دلم. تشکر و گمان میکنم در سال گذشته اینچنین در همین سال به کجایی که نروید اول میپرسند از آن سرودی که با نام هر شب در لب در یکی از ایندوستریاهای خیلی بزرگ گویم بالیوود صدا داد. مونس بیاید صحبت رو از همین چیز سر کنیم. باشد. ولی خوشبختانه این سرود رو یعنی بالیوود انتخاب کردم برای فیلم خودشون. البته با اجازه من و این افتخاری همه ما تاجیکان است که یعنی که یک سرود ایجاد کرده توانستیم که این دنیایی شود. البته من از همه مخلصان عزیزم میندار هستم که این قدر ما رو دستگیری میکنن. هر شب در لب کلامی عاشقانه در دل مطلب برای آن یگانه، اما آتش عشق با آن دل شده خاموش مرا کرده فراموش. هر شب در لب کلامی عاشقانه در دل مطلب برای آن یگانه، اما آتش عشق با آن دل شده خاموش مرا کرده فراموش. همچنین ما همین خیلی فکر داریم در عائله شما که نه تنها به صنعت موسیقی ملی ما بلکه صنعت موسیقی هندی را نیز بسیار هم میپسندید و دوست میدارید و شاید همین چیز هم سبب شده باشد. بله شما درست قید کردید. پدرجان من بسیار صنعت هندوستان رو دوست می داشتن و آمیخته میکردن. هر وقت یگان یعنی سینتزی آهنگ ها بود، هم از تاجیکی و هندی، و من هم کوشش کردم که در آهنگ های سرود های خودم جای کنم، چون من خودم ختم کننده مکتب عالی هندوستان هستم و من خواهم نخواهم یعنی که همون کشش ها هستن و خودم هم دوست می‌دارم و فکرم که همه ما دختران تاجیک بسیار دوست داری سرود های هندی هستیم، فیلم های هندی هستیم. خوشبختانه شما میراثبر ارزنده هنری والای پدر هستید. ولی چی فکر دارید اگر پدر این جاده را انتخاب نمیکردن شما سراینده میشدید؟ اگر انتخاب نمیکردن؟ بله. پدرم بسیار دوست می داشتن که ما موسیقی رو آموزیم. از نقل های مادرم وقتی که در اتاق کارشون کار میکردن بعد همون اسباب موسیقی اسکریپکا رو دوست می‌داشتن که می‌خواستن که در همون آهنگ‌هایشون اسکریپکا اول دختری من کلان شود، همین دختری من همین اسکریپکا رو می‌نوازه. گفته همین گپا میگفتن شاید که من اسکریپکا نوازی پدر میشدم. شاید. و در سال گذشته این سال 2025 نیست ایجادیاتتون بسیار خوب بود، بسیار سرودهایتان موفق نیست شد و مبارک میگیم شما را.
بیاید اطراف همین چیز صحبت کنیم چون انقریب طی 3-4 کلیپ ترانه‌های نوتان رو دیدیم. بله بله، خوشبختانه این سال 2025 برای من بسیار سالی با برار بود و یک چند ایجادی نو، کلیپ های نو برای مخلصان عزیزم ایجاد کردیم و یک چند سرودهای خلقی رو نیز دوباره یعنی بازخوانی کردم که از طرف مخلصان عزیز بسیار نقص پذیرفته شد. آی الا یار جان، آی الا یار جان، تو مگردی سری بامبه، بس کن و خنده نکن میشه من آرامه پشت دومارو. آی الا یار جان، تو مگردی سری بامبه، بس کن و خنده نکن میشه من آرامه پشت دومارو، بس کن و خنده نکن میشه من آرامه پشت دومارو. بیاید به طریق زنده سرود دوست داشته خود را منظور بیننده سازید. با چشم. تو کی نگاهم داری، نظر برا هم داری، میدانم میدانی، نگو سوالم داری اما خیالم داری، میدانم میدانی، دلی بزیبم را چگونه بر تو دادم، همه فریبم را تو برده ای از یادم، دلی بزیبم را چگونه بر تو دادم، دلی بزیبم را. سلامت باشید. تشکر. نازیه بانو بیاید یک بازی گذرانیم. باشد. مقصد از این بازی میدونید درباره خودتون، درباره صنعت به شما دلیل ها پیشنهاد میکنیم و شرط بازی همین است که به شرح نام دارد شما یا درست یا نادرست گفته این جمله های ما را تصدیق کنید. اوکی. برای شما فکر اطرافیان مهم نیست. درست. در خانه خوراک را بسیارتر فرمایش میدهید. درست. لحظه‌ای بود که خواستید صحنه را ترک سازید. درست. صنعت خطرها دارد. درست. با ورزش مشغول میشوید. درست. شما که فرزند خردی هستید در خانه تا حال ارکه خانه هستید. نادرست. به پول به معرکه شام و عروسی رفته اید. به پول باشه. درست. کتابخوانی را دوست می‌دارید. درست. برادرتان در ایجاد کمک میکنند. درست. تشکر. و بیایید در آخری صحبت اطراف همان سرودی که در لایحه پرشکوه صنعت موسیقی سال یعنی سرودی سال پیشنهاد می‌گردد به ما بگویید. راستی من یک سرودی تازه ایجادی خود رو میخوام پیشکش کنم چون گفتم 2026 با سرودی آهنگ تازه ایجاد سر شدن. البته بیایید برای باز هم یک شوق مردم رو ذوق مردم رو بیدار کردن بگویید که این سرودی شوخ است یا اینکه سرودی خوشحال کننده و آرام و من همین رو گفتنی هستم که به ایشان معقول می شود. و عزیزان ما نیز با همین امید شما را برای تماشا و شنیدن لایحه پرشکوه صنعت موسیقی سال یعنی سرود سال دعوت میکنیم. باری دیگر سپاس میگوییم به نازیه بانو. تشکر زیاد. رحمت. عزیزان این لحظه ها تنها بهانه بود برای افاده همه احساسات، سرور و نوای دل. این فضا را شما باز هم منور کرده می توانید. سنه 24 ینور در کاخ باربد ساعت 16:30 در لایحه پرشکوه صنعت موسیقی سرود سال 2025 ما شما را انتظاریم دوستان. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سرودی سال 2025 24 ینور ساعت 16:30 در کاخ باربد. چیپتاها را آنلاین از سامانه تیکیتون نقطه تیجی دسترس نمایید. سرپرستی کو شرکت وطنی ارویس.